اینجا دو تا حدیث هست در مورد غیبت امام زمان علیه السلام که میخوام براتون بخونم. علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود هنگامی که پنجمین فرزند از امام هفتم ناپدید شود، پس خدا را مواظب باشید در دینتان شما را از آن دور نسازند که صاحب این امر ناگریز از غیبتی خواهد بود تا کسی که بدین امر قائل است از آن بازگردد. همان آن آزمایشی از جانب خدا است که خداوند خلق خود را بدان وسیله می‌آزماید. اگر پدران و اجداد شما دینی صحیح‌تر از این دین می‌شناختند بدون شک از آن پیروی می‌کردند. راوی گوید عرض کردم ای سرور من، آن پنجمین از فرزندان امام هفتم کیست؟ فرمود ای برادر عزیز، اندیشه‌های شما کوچکتر از این است و پندارهایتان گنجایش برداشت آن را ندارد. اگر زنده بمانید در آینده او را خواهید یافت. حدیث بعدی هم ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده گوید آن حضرت به من فرمود ای ابا جارود، هرگاه زمانه چندان بگردد و درباره آن گویند که مرده یا هلاک شده، یعنی در مورد امام زمان علیه السلام، و به کدام سرزمین رفته و چه شده و جستجوگر او به خویشتن گوید چگونه چنین چیزی شدنی است در حالی که استخوان‌های او نیز پوسیده، پس در چنین وقتی به امید او باشید و چون شنیدید ظهور کرده نزد او بروید، اگرچه کشان به روی برف و یخ باشد.